قاعده دوم، نظارت کردن خراجات. برخی از شما شاگردانم این را از من پرسیده: چگونه یک شخص می تواند 10% همه درآمدش را در همیان باقی بگذارد در حالی که تمام درآمدش خراجات ضروری او را پوشیده نمی تواند؟ ارکد روز دوم نظر دانش آموزان را به این مطلب جلب کرد. دیروز چند نفر از شماها همیان خالی همراه داشتید. اهل گروه پاسخ داد: هممون. با این که هر یکی از شما درآمدی متفاوتی دارید و یکی کمتر و یکی بیشتر پول کار میکنید و برخی خانواده های بزرگتری برای تأمین کردن دارید، ولی همه شما به طور یکسان همیانتان خالی بود. حالا حقیقت عجیبی را در مورد انسان و فرزندانش به شما میگویم و آن این است: آن چیزی که هر یکی از ما آن را خراجات ضروری مینامیم همیشه رشد میکند و خود را به سطح میزان درآمدی ما میرساند. تا وقت که ما در انجام آن ایستادگی کنیم، خراجات ضروری را با آرزوهای خود آمیخته نکنید. هر یکی از شما به همراه خانواده های خوبتان آرزوهایی دارید که هزینه این آرزوها فراتر از درآمد شماست. بنابراین شما آرزوهایتان را تا جایی که درآمدتان بکشد برآورده میکنید و باز هم تعداد زیادی آرزویی برآورده نشده باقی میماند. همه انسان ها آرزوهایی را به دوش میکشند که بیشتر از حد توانشان برای برآورده ساختن است. من چون ثروتمندم آیا قادرم هر آرزویی را برآورده کنم؟ این یک تفکری غلط است. در زمان من محدودیت وجود دارد. در مسافتی که می توانم تا آن سفر کنم محدودیت وجود دارد. در توانایی جسمانی من محدودیت وجود دارد و نیز در میلی که من ممکن است از آنها لذت ببرم محدودیت ها وجود دارد. و شما می گویم همانطوری که علف‌های بیگانه هر جای زمینی که کشاورز برای ریشه های آنها جای بگذارد می رویند، به همان راحتی هم آرزوها هر جا که امکانی برای برآورده شدنشان بیابند در انسان می رویند. آرزوهای شما زیادند ولی آنهایی که شما بتوانید آنها را عملی سازید کمند. متفکرانه در عادت زندگی خود تأمل کنید. در این باره همیشه خراجات مشخصی قبول شده وجود دارد که می شود عاقلانه آنها را کم کرد یا دور انداخت. بگذارید شعار شما این باشد که از 100% از ارزش واقعی چیزی که برای آن پول می پردازید بهره‌مند شوید. پس هر چیزی را که برای داشتنش حاضرید پول بپردازید. جای یادداشت کنید آنهایی را که ضروری هستند پیدا کنید و نیز اینهایی را که ضروری نیستند ولی با خزینه کردن نه 10% درآمدتان به دست می آیند پیدا کنید. اینها را خط بزنید و جز گروهی بزرگ و انبوه آرزوها قرار دهید که باید غیر لذت بخش باشند و ارزش تأسف خوردن نداشته باشند. سپس مصرف ضروری را بودجه بندی کنید. به 1/10 پسنداز که در حال تقویت همیان شماست دست نزنید. بگذارید این بزرگترین آرزوی شما برای برآورده شدن باشد. روی بودجه بندی خود کار کنید و آن را تنظیم نگه دارید تا کمکتان کند. بگذارید این کار اولین کمک به همیان در حال پر شدن شما باشد. در این زمان یکی از شاگردان که پوشاک سرخ جواهردوز شده بر تن داشت برخاست و گفت: من یک انسان آزاد هستم. من معتقدم این حق من است که از چیزهای لذت بخش زندگی استفاده کنم. بنابراین تن به بردگی یک بودجه نمی دهم تا برایم تعیین کند که چقدر خرج کنم و برای چی. احساس می کنم که این کار لذت را از زندگی من می گیرد و احساس می کنم فقط یک کمی از یک خری بارکش که باید بار را به دوش خود تحمل کند بیشتر هستم. ارکد به او پاسخ داد: دوست من، چه کسی بودجه را مشخص می کند؟ فرد منعقد پاسخ داد: من آن را برای خودم تعیین می کنم. در آن صورت آیا خری بارکشی که مصرفش را بودجه بندی می کند آیا از قبل آن خود را صاحب جواهر و حلقه های طلا می کند؟ نه، او خود را صاحب یونچقه و گندم و ذخیره آب برای سفر بیابانی می کند. هدف بودجه بندی کمک و تقویت همیان شماست. هدفش کمک به شما در داشتن چیزهای ضروری و پس از آن دستیابی به آرزوهای دیگر تا حدی ممکن است.
هدفش کمک به شما در شناخت آرزوهای ارزشمند و جدا کردن آنها از خواهش‌های زودگذر است، مانند چراغ روشن در غار تاریک. بودجه‌بندی خرابی همیانتان را به شما نشان می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا جلوی آنها را بگیرید و خزینه‌ها را برای رسیدن به اهداف مشخص و دستیافتنی کنترل کنید. و این دومین علاج برای همیان خالی است. برای درآمدها و خزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنید تا که شما می‌توانید برای احتیاجات اولیه، وقت خوشی و آرزوهای ارزشمند به صرف کردن 10 درآمد خود پول داشته باشید.